دادگاه اسماعیل سامانی در دوشنبه امر داد که مهلت بازداشت جلال‌الدین محمودوف عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تا زمان انجام تفتیش پرونده جنایش تا 2 ماه دیگر تمدید کرده شود. در این باره وکیل دفاعی جلال‌الدین محمودوف روز 13 فوریه بر رادیو آزادی خبر داد. مشاور رئیس حزب نهضت و هم عضو کمیسیون مرکزی انتخابات روز 10 فوریه برای غیر قانونی نگه داشتن سلاح دستگیر شده است. کمیته امنیت ملی گفت که جلال‌الدین محمودوف در خانه یک دوستش در ناحیه حصار 2 تفنگچه و مقداری از تیر را پنهان کرده است. و روز 13 فوریه وکیلان دفاعی محمودوف با او واخوردند و صحبت برنامه امروز با همکارم کیومرث عطا در همین باره است. کیومرث، وکیلان دفاعی جلال‌الدین محمودوف درباره ملاقاتشان با او چی گفتند؟ آنها گفتند که جلال‌الدین محمود در صحبت با وکیلان مدافعش قسما خود را عیبدار دانسته است. او گفته است که واقعا هم از سال 1996 صاحب یک تفنگچه بود و این تفنگچه را در زمانی که او در کمیسیون آتش بس کار میکرد به او برای محافظتش داده بودند، ولی بعدا در سال 2003 برای نیست کردن این تفنگچه آن را به دوستش لطیف سردارов داده بود و گفته است از سبب بی‌پرواییش که بعدا دنبال نکرد این تفنگچه آیا از بین برده شده است یا نه، این قضیه رو زده است و در این کار خودش را عیبدار می‌داند. ولی جمال‌الدین محمود بنا به گفته وکیلان مدافعش گفته است که اصلا درباره سلاح‌های دیگر که در جمله درباره تیردان و درباره یک تفنگچه دیگر صحبت می رود اصلا چیزی نمی‌داند. وکیلان مدافع جمال‌الدین محمود همچنین گفتند که حالا بر اساس ماده 195 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی برای غیر قانونی نگاه داشتن سلاح یا اسلحه پرونده باز شده، تفتیش قضیه هنوز ادامه دارد و این صحبت نخستین وکیلان مدافع بعد از زمان بازداشت جمال‌الدین محمودوف در روز 10 فوریه سال جاری است. و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از این ملاقات و خبرها دایر به قضیه اظهار نظر کرد. مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از همان یک اظهاراتی که روز 11 فوریه پخش کردند تا هنوز چیز دیگری در مورد قضیه جمال‌الدین محمودوف نگفتند. مسئولان حزب نهضت در همان اظهارات روز 11 فوریه شان گفته بودند که بازداشت جمال‌الدین محمود در آستانه انتخابات پارلمانی روز 1 مارس سال جاری این یک بازداشت از قبل طرح شده و سیاسی است. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در جلسه خود این موضوع یعنی موضوع بازداشت جمال‌الدین محمودوف از سوی ماموران امنیتی را بررسی کرده بود، بعداً اعلان داشت که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان باید این قضیه را زیر نظر خود بگیرد، چون به گفته رهبران حزب نهضت اسلامی جمال‌الدین محمودوف از نفرانی است که در برقراری صلح و ثبات در آتش بس در خلع سلاح بعد از دوران جنگ داخلی سهم نهایت بزرگ دارد و او همزمان عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان از طرف حزب نهضت اسلامی است. همکارم کیومرث عطا از دوشنبه صحبت می‌کرد.